рекламой ҳаст ки ба иззати нафси тамошобин мерасад. محمد سعید شاهیان رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان روز 7 فوریه در نزد خبرنگاران بر رهبران تلویزیون‌های دولتی تاکیداً گفت که به محتوای رکلام دقت دهند. نسبت مسئله رکلام بپروا نباشه. اگر در صورت همین مسئله بررسی شدن در آینده مثلا همین مسئله باز پیگیری شدن ما میتونیم بعضی قرارا براریم برداریم همین چیزا رو از بین. با گفته شاهیان رکلامه هایی که شبکه‌های دولتی نمایش میدهند به طلبات یک تلویزیون حرفه‌ای جوابگو نیست. اینا ما باید جدی بینیم هم زبان و هم نوار. این سخنان در حال گفته میشن که نظارت محتوای برنامه‌های شبکه‌های دولتی بر دوش کمیته رادیو و تلویزیون است. نهادی که رهبر آن محمد سعید شاهیان می باشد. شما در اینجا میگید منم بسیار چیزا رو میشنوم در ایران. همه اینا تحلیل کرده. من میخواستم که تحلیل کرده بعد بررسی کنیم. منتقدان برنامه‌های شبکه‌های دولتی در نشست خبری از رکلامه‌های مثال زدند که تست نشان داده میشوند و وقتشان طولانی است. ما در خود نظامنامه هم داریم. در نظامنامه داریم که چقدر وقتی افیر باید در رکلام صرف شود. محمد سعید شاهیان به جایگاه رکلام در تلویزیون اشاره کرد و گفت آن نباید تماشابین را ناراحت کند. یکمش که فحش نباشد، دیگرش که به ضرر معنوی انسانیت نباشد. در تاجیکستان 6 تلویزیون دولتی جمهوریوی وجود دارد که از بودجه دولت 10 میلیون سومانی سرمایه گذاری می شوند. رئیس کمیته گفت که حالا مبلغ‌های بودجتی برای مصارف کافی نیستند. یک خودی همین اطراف خانه رادیو را ما قریب 300 تن اسفالت کردیم اینجا. 350 تن اسفالت کردیم. این اگر هم خیلی حساب کنید نه بودجه ریسپوبلیک نمیرسه.